شنو يا بيتي؟ تدعم جزيرة تجلب يوم هنوز هم ماشین کن خلاص خمون خدمه هنوز سام بيتي مو ما كان هيجو معاه جمال بعد میگوش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، این روز ما در میمونی اکی بخیر برای کار بسیار شاید دیده باشن بدونه در میمونی اکی بخیر الله نگهبانتون باشه. چه حال داری اکی؟ سلامتی و حوالا. سلام علیکم بچه‌ها. خیر کدومی که گفتی ماکس نمیشناسه ما بخیر برای کار از حضرت خاتمونای خوش آمدی. سلامت جزاک الله خیر. چه حال دارین؟ خوب؟ زندگی اهل بیت فرزندان خوب همیشه خوب باشین. اگر بخیر کلمت که نشناسین اگر سپانسر بطلی را تشکیل کننده های بطلی خلاصی گرد اگر بخیر بابا پلانا حج رفتن نیسته هست در دنیات هست برای اول ای کار کردن ما خیلی میکنم که ما باید همین کار 100% تیار شم باید کار کنم. هیچ جای شوخی نیست برم بیام با اون کاری نکنم. نه مثلا خیلی مثلا کسی که اگر حج رفته باشه رقم حج برای زنگ بزنه حج برای بود بسیار می‌رسه که حج جا مراجعه کنیم رقم رو یکم بتونیم که سال را مراجعه کنیم. مثلا این خیلی که حج میره بعضی وقت میشه که انسان مبدل میشه، یعنی الله سبحانه و تعالی چند بار کارش رو تغییر میده. یعنی مثلا از مثال عادی بگیریم که اگر حاضی 100,000 ماش کار کرده باشه شاید که بعد حج رفتن 300,000 400,000 کار کنی مثال. اما بعضی حالات میشه که الله سبحانه و تعالی بعضی حاجی‌ها را امتحان میکنه که آیا حج به خاطر الله کرد یا که به خاطر اونه که زبان بیانش که او حاجی شده است. بعضی وقت میان امتحانات گوناگون الله مینش، بعضی وقت حج می اولی میکنه حج می بیزنسش و دیگه ویزه میشه دیگه که کات اپریلیون ابراهیم الله سبحانه و تعالی امتحانش میکنه. امتحانی که گذشت بچه میکنه الله درجه به درجه ان شاء الله که میبردارش. با اون خاطر گفتم مثلا که پلان هست مثلا که خیلی که نمیدونیم که فردا چیکار میکنیم. خیلی بله الله در قرآن میگه وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. یعنی شما نمیدونید که فردا چیکار میکنین. همین خیلی سونم برادر بگیم اون روزا بگیم دبات البنه یکی روز سبحان الله نیست خدا رحمتش کنه گناهش عفو میکنه. و همچنین بگیم میشه برادر هستن همچنین بگیم اهل علم هم بدن مثلا نه تنها مثلا بگیم از ما مثلا کسی که یاد میاره میگیم که درخش دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی گناهش عفو مغفرت کنه. یعنی با بعضی هستن که مثلا بگیم نامه اعمال بچه نگاه میکنن بعضی ها را هم خاطر یعنی رشد انسان باید ما نگاه نکنیم، باید چه کنیم نیکوهاش اعمال ها خوبش یاد بیاریم درخش دعا کنیم. اما خیلی پلان دارم 100% پلان دارم. ما فقط میخواستم که سیمینی برم خطی فرزندم اویلم بهترین میشه مثلا ما که همین پلان دارم نه که انشالله ما میدونم انشالله ایش میشوه نه که ما سیمینی میخوام برم این میچتت ما که یا برو سیمینی برم مثلا لعنت میشه که خودت برای که ریویزی داره برای ببینید چه خیلی چی مینوسه چی پلوسه مثلا چی باید قطعی بیاری باید چی کنی چی کنه که اصلی که اینفورماسیون وقتا بگیری به فایده وقتی با قطعی اویلا و پدر مادر برای مثلا که اونجا اگر برای چه مثلا بودکو قطعی پدر مادر برای که بگیم اشوشینی بیه خیلی ده وقتی که مادر جان که میشود پدر جان در بارد باشه که بسیار دعای پدر مادر برای فرزند مثل دعای پیغمبرای على طول بگیم صراحتا اجابت میشه. بسیار مادر جان در بار باشه که مادر جان در حق دعا که خداوند همه گناه ها معاف کنه. بگو مادر جان دعا که خداوند برای کار متوا خیلی که لگت بود برای کار متوا خداوند هیچ گفت که با محتاجی نامردم نگردونه. ان شاء الله که دعای مادر صراحتا اجابته. دعای مادر نه تنها نزدیک کعبه حتی در خانه همه جا ان شاء الله که دعاش اجابته. هر کلمه که مادراتون قید حیا هستند یعنی چی بکنیم قدردانی کنیم. بعد از آنی که ایوانی گرفتن فقط بکنیم در حقشان دعا کنیم که پروردگارا اون مادر اون پدر سبب شدن که ما به دنیا آمدیم پروردگارا گناهاشون چی بکنیم عفو و مغفرت بگردونیم که اونها سبب شدن ما به دنیا آمدیم.
اونها ما را به دنیا آوردن، اونها ما را به هویت رساندن. بعضی وقت که میگیم حیانستن برایشان دعا کنیم و همچون ما هم دعا هستیم. انسان که بعد از آن که میگذره فقط نیاز به دعا داره، فقط چه کنیم؟ دست به دعا کنیم پروردگار مادران مهربان ما را دعا شعف مغفرت بگردان، داخل جنت الفردوس الاعلی بگردان. اون جنتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر وقتی که طلب جنت کردیم جنت الفردوس طلب کنیم و اون جنت میگیم چیکار میکنیم؟ طلب میکنیم برای یه مادر برادر ما خداوند براش نصیب بگردونه، براش شعف مغفرت بگردونه. انشالله بهترین میشه با هم یک جا انشالله که اگر که سریلانکا باشه انشالله یک جویا میریم، اگر که باشه انشالله کی که راکیش انشالله ما با امروز میرم نصیب انشالله. ما درک نداشته مثال بگیرم اونایی که مثال بگیرم مادرتان بدهی که اگه نگیم به شاهدین بردارا ما 8 اوگوست باید برم. اگر سخت آمده رفتم انشالله به حق مادرتان انشالله خاص به خاطر الله حج عمره میکنم. هر کسی که حج عمره الله سبحانه و تعالی گناهشون انشالله که عفو مغفرت میکنه. حج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. هر کسی که حج میکنه مبارک شه، یعنی حجی که قبول شه از الله سبحانه و تعالی میگه برای او یگان پاداشی نیست مگر که جنت. الله سبحانه و تعالی برای هر یک کدوم ما و شما که هر کسی که ما را تماشا داره جنت الفردوس برای ما نصیب گردانه. یعنی انسان مطلب و مرامش چیه؟ در این دنیا چه کنه؟ اعمال صالح کنه تا اینکه فردا جنت نصیب گردانه. چون که ما تاجیکستان روسیه میایم با خاطر این پل ملک ما کار کنیم بریم در تاجیکستان زندگی آرامانه رو ببینیم و همچنین در دنیا ما همینیم که کار کنیم زحمت کنیم تا اینکه در جنت آرامش رو ببینیم. خب الله یارمانتان باشه. شاید احتمال گذاشتیم. خلاص که ما این حال ما فقط گپ ما همینطور راستیه یگان بگیم برنامه نداریم که یگان سوال جواب دیگه کنیم. خلاص که ما این حال در سن پترزبورگیم اومدیم بگیم هر کسی که تعریف میکنه نه وابسته اونه که گفتی با پای میلیونره، نه وابسته اونه که استراکچی کنه، نه وابسته اونه بلاگر، نه وابسته اونه که ریپریست حافظه کینو اکتریسه یا که اکتور اکتریسه نه اکتور استوچن برامد. خلاص که میایم اهلا و سهلا یکی هر کسی که باشه کارخونه‌مون میاد گفتی با اهلا و سهلا سیک دستمون میاد. خلاص که در خدمتیم. خلاص که اینا یک کسی که برای کار کسانی که بگیم ای بگیم مسکو سن پترزبورگ میگه مسکو تاجیکستان سن پترزبورگ تاجیکستان که تاجیکستان روسیه هر کجایی که خلاص که میخوان سعودی دبی هر کجایی که خلاص که پریزلان جایی که میخوان سفر کردن رقم های اکی برای کار میتونید که مراجعه کنین جلد ها با واسطه آنلاین و همچنین کدامت که میتونید که کار کنین دستافکا چی سن پترزبورگ باشه چی مسکو اصلا مسکو در نه در تمام شهر روسیه با تمام شهرهای روسیه خلاص که میتونید که پروستو دنیاتون روی میکنید الکترونیک توغری میکنه میتونید برای کار کنین. این رکلام ما طلب نکردن ما خاص به خاطر الله چو کرده رکلام کردن خاص به خاطر الله که مثال بگیم برادر ما در اینترنت میدیم مثال پیش نوادیدیم بله مثال وقتی که در بگیم اینترنت میبینیم فکر میکنن هر انسان هر خیلی منهی داره فکر میکنن که کبر و غرور داره نقطه اونها بگیم مثال بگیم اگر obraz najmniej dzielnią ty, polecią ty. Inne to już takie, inne zmieniamy się ty, czy komu kan? Misal inne tari inne mnie چیمو. hangi مشمولم. ما رنگ مشمول مثال همتن حالات ما زندگی میکنیم. یکون میگیم کبر و غرور میگیم الحمدلله انسان باید عادی باشه هر کجایی که باشه. مثال بعضی انسان‌ها هستن که مثال تکلیفشون میکنیم میگیم پریز گفت میکنه میگیم چه ما خیلیم مثال ما در خانمون خیلی میخوریم. اصلا با کی؟ کداموش؟ کداموش؟ اکنون موش رو نگیریم مثال بگیریم خیلی نکن مرا نگیریم چی رو میگویدی؟ تو دارم نزیده گیریم تو چی رو میگویدم من از راست بخورم خیلی رو دمو هست من درست میگیم که ناز بازارشون لازمونه هیچ کانو لیکن ناز بازارشون یعنی کی برو غرور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که در دلش مثقال یعنی نقطه از نقطه‌های کمترین اگر کبر و غرور در دلش داشته باشه وای وارد جنت نمیشه. و اون خاطر عادی باشین. یکی از عالم‌های بگیم کلام وقتی بگیم خیلی که از بلاگری فن استریچ میکنه کو خلاص که عالم هم تا پند نصیحت میکرد میگه لنگوز ببره محمد سلام میتام خیل
در دلش یک کم کبر پیدا میشه که سبحان الله این مردم من نگاه دارن، این مردم مخلص من هم کم در دلش گرگوران دل پیدا میشن. به راست را زمین اشخران اکثریت معلمان رومال عربی بدوزن کو هم رومال میگه در گرد چشم میبرن چشمش بتون همون برای توالتو را میشوان، توالتوی مسجده، توالتوی مدرسه را میگه تو کی بودی کی روز همیشه بودی میگم جلو میشتی این روز با تو کی برو پیدا کردن کی برش خلاص گم میشکنه برای توالتو را توزیع میکنن. از کو ببینیم که بلاگر ما برای توالتو مسجد توزیع کنن. یا ریپ مقدمه تا سلام کنم. آه بعد خور تمام میشه یا بگوش که چی که استوریسم کن یا استوریسم که خطر پاستان قطعی بود در استوریسم که میگم یعنی که استوریسم من خریدگیم هم خریش دادی استوریسم من میگه خریدگیم باید استوریس نکنیم و خط قطعی ما 4 ماه بودی یک از استوریس نمیخرید ای پیش ما داد درفت که استوریس میخرم ای خیلی که خدا بس شون خدا توفیق شون بده و اون خاطر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم میگه لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي يعني باخد دوست نگی مگر که انسانانی که یعنی مؤمن و مسلمان هستند حقانی هستند ولا ياكل طعامك الا تقي يعني طعام تنخ مگر اهل تقوا الان بسیارش بنویسید دیگه میگم خاطر که بارو کرد اجازه موضوع جماعت خوندیم الحمدلله بسیاری که خدمت گفتن الحمدلله اهل نمازن انسان هر گناهی که از بسیاری شده دیدم کمیتری بعد می‌نویسن اکثریت بین موضوع سبحان الله می‌نویسن یعنی همین چی حافظه و چی برنده و چی گفت که با اکتوری که کارخونه مومن سبحان الله می‌روند به خشم معامله می‌کنیم اکثریت الله نماز می‌خونن انا همونایی که میان مثلا کارخونه میان کو تیم اوی میگیرن هر گپایی میکنن بعد واپس میتونم میگم سوالش میگم که همین خدا مثلا زمره تنقیق کردیم خدا نماز میخونین میگه نه میگم آدم که خدا نماز قرآن خوندن میتونه میگه نه میگم هم حافظه که تنقیق شده کسی همون قرآن خوندن میتونن همون نمازشون میخونن هرچند گفت که با الله هدایت نده هدایت از جانب الله فقط الله چقدر که در قرآن میفرماید که ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه یعنی شما به سوی پروردگار خود دعوت کنید با حکمت یعنی اول در انسان میتونه با در دلش جو بکن بعد دعوتش بکن حالا که انسان نمیدونه نمیشه چه بخیزی هر گپش بگو گپای قبیح دیگه بگو هیچ به دعوتی قبول نمیکنه و اون خاطر معامله خوب خیلی در خدمت میگن زبان شیرین ما را هیچش میبره یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل قریش همه کرده بودن هم رو دعوت کردن که اسلام را ورد کو ما شما را مگر که کوشش کنیم حرکت کنیم ان شاء الله که نور علی نور میشه خب اون میتونیم بشه ما یکم سوال شوشی اکاونت نه تمام من سوال هر دوتان دا خب اون پروژه‌ای که هر دوتان دا نقل کردیم اون پروژه هم خون سه کاسه دوام ده پروژه اوشا یا بود بگی ما بلاغیم بیام سپانسر دا کامرا همه کاسه بریم ده هر سیم بابا خوری خناشید بخونه دا پیشون شما قطعی شما خود تقسیم کنید نه میتونه که چیکار کنه آشا رو بیاره آش خدمت یا با نقل کنین یکی اونجا باشه برادران عزیز کدومت که در شهر سن پترزبورگ قرار داشته باشین این اینجا رقمای برادر مکس اکتور میمونم یک مثلا کاری خیر میخواد به خاطر الله کنم به خاطر پسموتر مثلا میخواد که من در کار نیست پسموتر این خیر هم نیست ایواجی جان ما میگم که این پروسه و این پروژه که میخوام قطعی غریبا همه کسا بشنیم چخ کنیم تمام این خیر نمیشه مایله خیر میشه چون میشه خیر بعضی خیرا را که تو آشکار که دو دیارو ببینم عبرت بگیرن خیر شما بخور کسی که دستورکو باشه مثلا نسل بعضی از دنیا هست که 15-20 اتاجی همو هویه نموجه کار میکنن کسی که در جا اگر باشه بگیم مدامات بیشتر باشه ما میخوایم که بریم یک دیگه کلان آش بکنیم با همراه برادرها بشینیم خیلی از ما شتگیم با همراه برادر با همراه نی برادرها دیگه که دیگه هستن در پشتیکران شتگی صحبت کردیم یا بچه بودیم و همچنین میخوایم هم تا سرجمع 20 نفر 30 نفر چند نفری که باشه بشینیم سرجمع یک آش تاجیکی را بخوریم با هم درد بیان نگید که بود دیل‌های خود را بکشیم برای چه اومدیم دیگه خب برادران عزیز الله سبحانه و تعالی نگهبان باشه برای اگر همکاری استروکا باشه این رقم‌های اکی مکس ده زنگ بزنیم ان شاء الله مراجعت کنیم
اما سان پتربورگ هم نگفتن هیجوما جمال بعد میگوشن. خیلی اینجا نمره هیجوما هستیم بچه های کدوم ما همیشناسته پروسته بریم بگیم که بخا 7 بعد هیجوما ارگون پدرکه میشه شد سیستم پدرکه چیه؟ اینو برای کار یک جوینماز یک ماشینکه سر رشته کندوفه کرده. مردم بچه ها که میخواین که هیجوما کنن این نمره تلفنشون هم بود دیگه اینو بخای برای کار برید ایلی بگیم برای کار اینا یا جوینماز ایلی یا چیز هم جوینماز هم ماشینکه خیلی خمود خیخدم بره هم بچه ها هم ماشینکه برین هیجوما معدک برای فایده داره مخمون در بفیون که امی حاجی هیجوما ما در 2 ماه پس هیجوما میکنم یکم ضرر نداره نه به حد فایده خوب داره. خیلی که ماشین مساج تیز حلش کنی خوبه. همین که خیلی انسان تیز حجام کنه که اونطور خوبه بهتره. اینا برادرها نمره زنگ بزنین اینو سلام بگین هم توفه کنن تو هم با ارزان بوده چی میگفتنش؟ چیز همراه؟ فتا بچه؟ یا با گفتگی بودم که اینا امجا فتا بوچکه نگو رسولتش میبرم از در کنشن بوچ اینا فتا بوچکه اینا دید جشت بوده توچکه فریستایل ما یا وجود بطری را گشته میشه فریستایل میشه کنار بوده فریستایل میزنه خدا باقی مدت در امان الله یکان گپی پس بلند زد باشه همتون معذرت بخشش زیاد. السلام علیکم.